سلام، به ویدیوی جدید من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام راجع به این بگم که برگشتم به 24 سالگی منظورم چی بوده. دقیقاً از نقطه‌ای شروع کردم که احساس میکردم این تاریکی خیلی عمیق‌تر شده و اونم از 24 سالگی بود و من تنها راهی که برای خودم پیدا کرده بودم شاید این بود که در کنار تراپی و دارو درمانی و مدیتیشن بتونم برگردم و ببینم که چه چیزایی رو دوست دارم. عمیقا اگه بخوام بهتون بگم چه حسی داشتم، احساس میکردم که هیچ چیزی رو دوست ندارم. همونطور که توی ویدیوهای قبلی گفتم، هر چیزی که برام دوست داشتنی بود دیگه اون شکلی نبود، هیچ رنگی نداشت. پس شروع کردم به نوشتن. اوایلش نمیتونستم بنویسم، یعنی هر کاری میکردم نمیدونستم که چی میخوام، چی دوست دارم. اما کم کم با هر بار پاره کردن یک برگ فکر میکردم که دارم نزدیکتر میشم. سعی کردم که با خودم مهربون باشم، مثل یک دوست، مثل یک آدم امن، و خودم رو آزاده خطاب میکردم و بهش میگفتم که میتونم اینجا به همه حرفات گوش بدم بدون هیچ قضاوتی. بعد تلاش‌های خیلی خیلی زیاد و کلنجار با خودم فهمیدم که یه سری چیزا هست که همیشه دوست داشتم، مثل کمک کردن به آدما، مثل نوازش کردن حیوونا، مثل نقاشی کشیدن بدون اینکه طرحی جلوم باشه. ولی خب اونقدر دنیام تیر و تار بود که نمیدونستم باید از کجا شروع کنم. واسه همین قدم‌های کوچیک کوچیک برداشتم. اول همه چون ارتباط برقرار کردم با آدم واسم سخت بود و هنوزم هست، از طبیعت شروع کردم. تو خیابون میرفتم با سگ و گربه ارتباط برقرار میکردم، به درخت‌ها نگاه میکردم. اولش برام خیلی مسخره بود، اما کم کم عادت کردم. من انرژی که واقعا اون تایم میگرفتم، اگه میرفتم از خونه بیرون، چون خیلی کم میرفتم، چیزهایی میگرفتم که به نظر من توی وجود اونا هیچ ناخالصی وجود نداشت. چون در واقع افسردگی از یک خشمی میاد، خیلی فرق داره با ناراحتی. اصولا آدما وقتی اطلاعاتی ندارن فکر میکنن کسی که افسردگی داره آدم ناراحتیه، ولی در واقع کسی که افسردگی داره آدم خشمگینیه نسبت به خودش. مخصوصا من آدمی نبودم که خشممو خالی کنم، واسه همین اینا جمع شده بود توی خودم و من همیشه اینجوری بودم که چرا من گربه نشدم، چرا من سگ نشدم، چرا من درخت نشدم. یعنی به هویت خودم و موجودیت خودم توی دنیا خشمگین بودم و حقیقتا احساس میکنم که موجودات زنده به جز آدما خیلی زندگی خالصانه و قشنگتری دارن، اما خب من توی این زندگی آدمم. شاید باید الان تمرین کنم که انرژیمو از چیزایی بگیرم که دوستم توی دنیاهای بعدی باشم. افسردگی چیزی نیست که از زندگی آدم کاملا بره مثل هر چیز دیگه ای، ولی خب میشه بهش یکم آگاه بود. وقتی که دوباره اون حس میاد سراغت، دوباره توی اون طیف قرار میگیری که خیلی درصدش بالاه، به خودت زمان بدی و اون تمرین‌ها رو بیشتر انجام بدی. یکی از چیزهای دیگه‌ای که خیلی بهش توجه میکردم این بود که توی اون روزا که خیلی همه چیز، حتی کوچکترین کارا واسم سخت بود، شروع کردم به نقاشی کشیدن. من همیشه نقاشی کشیدن دوست داشتم، ولی خب چون که طرحهایی که میکشیدم رئال نبودن قبولشون نداشتم. اما شروع کردم به همون بازی با رنگا، احساساتمو با رنگ‌ها نشون میدادم به خودم. خیلی وقتا تابلوهایی کشیدم که بعد از اینکه میکشیدمشون کاملا سیاهشون میکردم یا کاملا سفیدشون میکردم، یعنی اون طرح رو سعی میکردم که پاک کنم و اصلا برام مهم نبود، چون من اون نقاشی رو نمیکشیدم که بخوام خوشگل بشه یا بخوام به کسی نشون بدم یا بخوام مثلا بفروشم یا جایی نمایش بذارمش. بیشتر دلم میخواست که اون احساساتی که برای من بیان کردنش سخت بود یه جایی تخلیه بشه. دلم نمیخواست اون خشمی روی آدم دیگه‌ای باشه یا روی طبیعت باشه. رنگای عجیب، رنگایی که اصلا خیلی وقتا با هم در تضاد بودن و من این تضاد رو دوست داشتم. خیلی وقتا حتی دوست نداشتم اما ادامه میدادم.
همیشه جورنالینگ رو انجام میدادم، همیشه سعی میکردم که یک مدیتیشن کوچیکی داشته باشم، ولی برای من کافی نبود و نقاشی یکی از اونا بود که من احساساتم رو خیلی خیلی خوب میتونستم به خودم نشون بدم.